چیکار میکنی بابا؟ چای بخور. چی میخوری؟ چای. تو صبح چای نخوردی؟ تو نخوردی صبح کار دوباره بشیشتی چای میخوری؟ بخورم. خدا بگه هلی آدم گیره. işte خورمه هم گیلم. چی او با؟ بله. نیلی چه؟ کو کاسه بده. کو بده کاسه کنی چیه؟ چیه؟ نه. گیلم توجه را کجا بودی؟ تو صبح توجه نخوردی؟ من سیر نشدم. هلی سیر شدم. خوی از کیه که تو خوردی؟ موجود شما چیه؟ اینا کجا بیدن؟ دم بشکه. نه کنه توجهی که به داده خود ماستیم بود اونا رو بخوردی پا. بیلا از این مشکل خلی کردی؟ چی میفهمیدم؟ ولی گندی تو بخواهد شید توجه رو بکشی که بخوریم به داده برو اینا رو پاک بخوردی تو. من چی میفهمیدم گوش نمیدم؟ صبح نخوردی. خب گوش نبودی یک پوینونی برای نشتی میخوردی. نون خوش تعمینه. توجه رو میخوری که حق داده میره. نون خوش با تر و دام تعمینه. تو سعی کتیش ترقم باشگه. وقتی میری شو. کجا بودیشم؟ وقتی تلگندی تو خاک شه. وقتی خوب داده چی بوره؟ چی بوره داده؟ ها؟ ما چه کار کنم؟ مرگ ما چه کار کنه؟ خجالت بکش. تو حق داده خود میخوری وقتی اینا خود رو گم بردش میبردی به خونه اینا. میشی اینا میخوری با. وای 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 وای. تو صبر کن تو. بخورک آن لبرک اونا پاک بخورک. نانه که ولی بوم بودن به کجا رفته؟ نانه به کجا رفته؟ پشت بوم بود اکتر به کجا برم؟ بعدم گفتم میرم شام توجه میبرم خونه خواهر خود همیته نانه که بریشی دستم تو قراره که دیگه باید شیفتی باشی اینا پاک بخورم گردنم و مشاهد با سرگلنگه میفهمیده که ندادی بره تو همیته شکم خمه کس دیگر هماسته باشه میده آخه مدادی هم که حق داره گناه داره بیچاره کم تاج بخوره تو سی که تو من اینا ببرم رزه کردار اینا خناق کن اینا رزه کردی بخورن اینا صبح همینجا بشی دم از تاج بخور دگان دوباره بشی تاج میخوره وای 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 تو سی که تو اولاد میفهمی کاش که میبردم اون زودی که پیش از این هیچ چی نمیمونه نانه بیا جواب نانه رو بده با چی میفهمیدم؟ چی پس تو چی میفهمی آخه نمیفهمی که هم صبح تمش خود چه گونه بردشتی بخوردی خوب شکم من میگه من بفهم شکم چی میفهمه بیچاره ایدونه شکم تو به خاک شده سال 12 و شکم تو نمیفهمه من شو میگم اینا اگه آدم بخوره باور کن مثل 20 کیلو خوش که چیز از مطالعه جلوی میشی بخورم گلاس سیگو تو بخور چای هم بیارده بابا زن زرده شو زرده شو بخورم گناه کو گپ نزن دیگه اینجا بیشتر بابا همسایه هم استانو میبرن کمی و داده خو میگم انگار که من نخوردم چی بدونه همسایه همه گاهی دارن تیج ندارم بابا اینو سگ از این هدوا باشه مدلل الله مدلل الله
سلام علیکم اشتن خاله جان. خاله جان ببخشیم بیایم این وسط سگ شما نیایه. بله خاله شما گوش کشین چی میگم من. خاله جان شما اگه داریم یک کمک تجمی بوشکت 4 کیلو با ما به قرض بده خیلی خوشی با که توجه ما با بزیدک با خیلی خوشی و نبات گواه شما رو میاره. نداریم ما تا چیزا. بله ما نداریم ما 2 تا گوبند داریم که ببرم به گورینی دیگه گو نداریم ما. چطور به گورینی؟ همینایی که زمین نمیکنه. حالا که اینجا گوان داره گواهی که امرنگ شیره. ما باشه نورالور صدا کنم سعی کنم چی بگی تو من نفهمیدم با گفتون. زن کلونی نمیفهمه. نورالله خود کله فت کرده خب نورالله با بگی کارچی اینا خودم شکل خوشی که بده دست ترجیح بگو برو. سلام علیکم من نباشه. گشتن خیریات بخیر. انجام اول خوبت یا راستین نورالله چیگا پایه. بیا بریم به سراغ چای بخوریم. نباشی مادر شما تعارف کردم گفتن. چی گفتم؟ چی گفتم مادر گفتن دارم سراغ گیلدک تو رو صدا میکنه. گفتم باید سعی کنم چی می خیریت هست. چی گفتم با مادر شما؟ گیلدک جو مادر ما گفتم برای من. تو هم بگو که ما بفهمم گپ تو. آها اوته. ما گفتم اگه شما داریم می بوشکت تا به مکلب یا تا به کله باشه مثلا یا تا به زینجگاه اهل به می راستا مثلا باشه نه همین توج بدیم بفهمیدین انا با که توجه ما به خیر خوشی بزیدک انا باز قرار که دیگه انا با توجه شما رو میدیم این ما به شما توج بدیم شاید دلدلا قلف میگیریم ما با گپاتو بر خنده میگیره. گپا کی؟ گپاتو ما گو نداریم گیلک جو. آخ اونا گوبندایه. گردن من باشه گوساله هم هستی. اونا گوبندایه ما مادگو نداریم که شیر بده یا گوساله بزایه بر تو توج بدیم. از ما 2 تا گوبنده که فقط همونا رو گورونی میکنیم زمین آخو. دیگه گوی ما نداریم. میشا شما هیچ چی نداریم ما. اگه چای میخوری بیا بریم. چای هسته. دیگه شیر نداریم. نه شیر داریم نه ماست داریم نه هم توج داریم. اگه وقتی باز گورونی کسی با کار دیست گوا ما به خدمت هست. با همسایه البته بدگا جانه. مثلا حال شما مثلا چای چی داره؟ کشمیش داره؟ مربا؟ کشمیش با کجای حاله؟ چای دشلمه داره. دشمل گورمه؟ گورم یک کمی بیشه پیدا میشه. هرستکی؟ مادر مکاس زن قدیمه. گورم پیدا میشه کشمیش هم شاید پیدا شه. ما که چای دشلمه میخورم خوش نداره. کشته هم شاید پیدا شه. بیا. یا الله خاله. بیا. بله. بیا. حال مقال چخه؟ حال مقال نکو سگ بی کار نداره. برو گم شو برو. الان تاگه خونه بیا. بیا کار نداره. میگیره. دیگه الان به جلوی استادیوم بیا. بابا اینا بعد چی شو داره؟ چخه؟ یا نگیل لک تو داره هیچی نمیکنه ما بگیرم. نه ماما چای نمون بد کردم. اما با جلوی استاده بودم. نه بابا این غافلگی شاید باشه. برو چه کار میکنی؟ سیکو شما ندیدین شما؟ تو نهید گوانه برو پاک چیز کنی میگم مادر صبح گفتم میگه بزیدم می تو جا خاله خورم دار ببر که بخالی تو گفته بزیدم شما که بخیر بزیدم همین تو جا کار بابام رای کنی عوضونیه تو توجه ودشتی ببری به سرا خاله اما زن نهیدی که همون توجه دادرم ببری که همون هم گرده هم بگرده ابا چون من ایتا برارم هم میرفت اوتا نمیرفت خود تو توجه خواره من میدیشی بیا قدم راه خود دورتر میکرد حالا دارم ببرن کنار گینک پا گناه کرده نه بابا مدام بدم در بگشته بود که به چشم بخوره که مدام زودی ببریم مثلا داده ببریم رفتم مثلا
میبینن گیلاک سفره هوا کرده گلاس چای پیش خبر داشته کاسه هم ریزه کرده پاک توجه خاله داده بوشکه خالی کرده میخوره و تو چه کار میکردی عباس که او قناخ کرده ما سرا بودم هم کجا بودی؟ نه. نمیگدشتی مرگم فاجر بخوره صبح خورده بود دگه من تو گفتم تو هم به سرا بدی کنو نمیگدشتی که توجه میخوره تو هم بیری شدی هم بیری شده برفتم به سرا خاله دگه با ما با کجا به سرا میشیش تو خانم ما با داده چی میگه مادر یا تو به دست گیلک میدادی میگفتی ما به دست سرا خوار ما بعد کمون دوماد ما رمضان همون خوار مادر نیه به سرا به سرا نیه نه به سرا نیه بیری شده تا سر گیلاک فایق شده گفته باشه این توجه بخورم میگه بعد چیش بخورد گوش نبودم یار بخوردم صبح هم تش خورد حالا کمان پاک نصیب دادم نبودی توجه بخورده اگه تو کمی راه خورد دورتر میکردی توجه خونی خاله را میبردی سر داده را میبردی خلاص میشد اما گردن من پام درد میکنه من راه رفتم چیز کو پس امیت برو خوبه برو سر داده برو یک خبر مسو بگیره خوب خبر ما داده بگی دیومی کم بری بگو شما نصیب شما نبوده ما توجه رو نگاه بگشتیم به یک گوشه که بیارم مثلا شما فارغ نشدیم گیلک رو پاک بخورده بوده خوبه برارم من برای یک پیاله چای بخورم که مونده زودی بری که داده اکسلز بیشتر معطل به توجهه دل جمع باش برو من میرم آنه گوارم برم برو تو برات گواه من میرم دل برو. جمع داده معطل توجه یه گناه خورده بیفتد پاک توجه رو بخورده بابا میبران مگی لکن تو سیکو تو سال با 12 ماهی همی که کورامه یک کمک تیج بخور خورم دو ماه خورم از اون حواسونه تیار کرده بیدیم پیر ماسیم بیاری اینا رنگی لک و ناخ کن مرگم فاجر بخوری خوب بخوری دگه با چی دگه لا چی بگم دگه اشتر رو میشه خبری از اینا بگم لک بخورده خوار ما بگفته که همه تیج خوش دار تو سیکو سلام علیکم بیشتری جانجور اول خوبه بخیری سلامتی شکر فضل خدا دام کنی با شکر نه بیام آدم شما میتونم میرم خوار خبری میگیرم خیریت بود خیلی خیریت بود خیریت بود شکر خیریت بود راستی تبریک باشه گواه شما زیده ده گواه شما زیده زنده باشین سلامت باشین نمیشناسه نیه دیگه توجه گوشتم شیشکشه چی بگم لالا رمضان خیلی ببخشید خیلی چی مزرعه امی مدر رسد شما رو هم سیوا کرده بود رسد خاله من اینا رو هم سیوا کرده بود که اینا رو ور داریم بیاریم مدر مسود توجه خاله من بدادم به سرا اینا قراری کردم ما هم نبودیم به سرا گیلا قراری کردم امی یکایی که مدر من به شما سیوا کرده بود بیا ورده وقتش به پیش خود قراری کرده نون ریزه کرده نوش جان کرده پاک یک کار رسد شما و خوار من بخورده حالا که هم خیلی شرمنده به خدا ببخشید ما از دیشب تا حال چیشبرا توجی ما لکن شما خیلی شرمنده حتما ما حیات شما رفتیم نه های طرف خوشی ما اینا که شلوغه که حال دختر خودمات خود حیات ببرده نه دوماد اینا بیشتر که جیر تاکولا پاره مانه که توجه همه مردمی که بزیونات جدا کرده بودیم برسید به خونه های اینا رسید شما خود شما گیلک نبشناسید اصلا گیلک توج نبیده که بخوره خورده اونا هم دیرتر قرار کردن عباس بری گفته چرا میخوردی اینا این چی میبودن اله سیر شده بیدون کمی سیر شده بیدون اونا باشه ما بخوردم با اول شما یک کار میکردیم اول یک لگن توجی من پیش که گیلک میخدشتیم او که سیر میشد اضاف که لگن که چی ایده چی بگم دگه تا غاری قدشته بودیم خوب بخورده دگه با اونا هم بخورده شما گلک مثل سیاه بیف پر کار بری آرد میکنه گلک تو عجیب بگو که ما پینک ما سیاه نصیب ما نبیده حالا که هم گاه پینی تیار و خوشحال باشی مشکل نداره تو چیه عبسونه بیده با ما نرسیده خیره مشکل نداره برو به خونه برو اخوار خبر بگیر برو گاه پینیه هیچ گاه پینیه باش ما برو من خواه یه خبری بگیر خونه که پیر میشی چه کار کنی؟ برو خونه برو شما کجا میری؟ میرم من با بازار میرم میرم با بازار؟ خوبه من میرم خواه خبری میگیرم با من میرم دیگه زنده باشیم سلامت باشه خوبه دیگه هر رقم راحت بخیر باشیم خدا حافظ